شما استاد تشکر که وقت پیدا کردید برای صحبت با رادیو آزادی و طور ما از تورنمه رسمی دانشگاه طبی معلومات گرفتیم. شما موفق شدید که در آزمایشگاه خروموسوم‌های فیلادلفی را تشخیص کنید، شناسایی کنید و میگفتید که ماهیت این دستاورد از چی عبارت است؟ تا کجا این برای طبابت بیماران سرطان خون کمک میکند؟ سلام علیکم. پیش از همه گفتن لازم است که خودی شماره بیماری که گرفتاری سرطان خون میشوند یا که لیکوز میگیم در تاجیکستان متاسفانه زیاد شده ایستادن، هم از اون جمله در بین جوانان کودکان تشخیص کردن. اکنون برای چی ما اینو براه ماندنی بودیم؟ بیش از مهلتی بیماری کهنه شدن، یعنی به اون درجه رسیدن که دیگر توبت کردن نمیشود. پیش از همه غیر از وی برای آن ما باید این تشخیص را براه ماندیم که طبابت بیماری سرطان خون خیلی خیلی گران است، خیلی قیمت است و اگر یکی از این داروها نامش گلیویک است، اگر این را ما قیمتی کورس یک ماه در اصل گیریم اگر قریب 2700 یورو می شود و اگر این خیلی به حساب میانه اگر از این شناس یا یکون و این تا $2000 که برای اویل این خیلی خیلی گران است و بسیاری ها برای همین متاسفانه به طبابت‌های خلقی میچسبند و به طبابت‌های مثل علفی و دیگر همین تا هست که مار میخورن و کیمچی دیگر میخورن و همین حرکت میکنن که خود طبابت کنن. در دنیا یک فونده هست که این از طرف یک پدر و مادر بیماری که از همین بیماری وفات کرده است، آنها این فوند را تشکیل کردن و با اون بیمارانی که در آنها خروموسوم فیلادلفی را تشخیص کردن ممکن است، به پول میتوانند تا آخر عمر همین دارو را قبول کنند. یعنی استاد اگر نتیجه آزمایش شما حجت گذاری شود و بیمار دقیق داند که او واقعا در ترکیب خونش خروموسوم فیلادلفی وجود دارد، میتواند از این فونده که شما گویید به پول داروی گران ارزش را دسترس کنند؟ بله. تاجیکستان یکی از دولت‌هایی می باشد که به همین فهرستی اون دولت‌هایی که میتوانند نفران شخصان خود یعنی گراجدان‌های این دولت‌ها به پول به دست بیارن این دارو رو. تاجیکستان هم به این فهرست داخل است و من باوری دارم که در روزهای نزدیک این حجت گذاری رو به رسمی میکنانیم و من امید دارم که بیمارای ما میتوانند بعد به پول خود همین دارو را به پول به دست بیارن. این گونه تشخیص ها بار اول در تاجیکستان صورت میگیرد. من در کشورهای همسایه تاجیکستان چی طبیبان کشورهای همسایه میتوانند امکان دارند این گونه خروموسوم را شناسایی کنند، تشخیص کنند در لابراتوری ها؟ بیش بیمارای ما برای اون که تشخیص مشخص کنند برای مثل من در بیشکک هست در مرکز این قرقیزستان برای یک نفر برای یک تشخیص یک نفر $700 لازم صرف کردن. لیکن برای این خیلی تشخیص گذارن باید روادن به جمهوری قرقیزستان و هیچ وقت یک خودش رفتن نمیتوانده، باید با یگان نفری نکنی حساب کنید رفتن اومدن با اون در اونجا زیستن زندگی کردن. این قریب $3,500 در بر میگیره. برای همین تشخیص اگر ما اینجا پیاده کردیم بعد من میدونم که در شهر الماتا هست، غیر از در مسکو من میدونم که بعضی ها حتی
шаҳрвандӣ худ иваз кардан ба шаҳрвандии Русия ки барои ҳамин билета гирифтан. дастрас кардан. устод тавре гуфте дар оғози суҳбат мутаассифона шумори беморони саратони хун дар Тоҷикистон зиёд шуда истааст. оё табибон медонанд ки ангезандаи ин беморӣ чи аст, чӣ сабабҳо боис мешавад ки мардум мубталои ин беморӣ шаванд? умуман оморро гуфта наметавонам то чанду, лекин медонам ки агар солҳои пеш дар як моҳ, ду моҳ як нафар бемор сабт мешуд, ҳозир дар як моҳ дар ҳафта метавонад 4-5 нафар сабт шавад. ҳамин беморӣ. ангезандаҳош маълум нест устода, омӯхта шудааст ки масалан. Ташаккур барои суҳбат. шумо ба ташаккур.